بنیاد جامعه سالم پیش از همه به عائله سالم وابسته است. محض همکاری سه نهاد مکتب، جامعه و عائله محیط سازگار را برای تربیت درست نورسان فراهم آورده در این زمینه نسل آینده ساز به وای خواهد رسید. تعلیم و تربیت فرزند در همکاری زیچ سه نهاد اجتماعی، عائله، مکتب و جامعه صورت می‌گیرد. قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند ماه اوگوست سال 2011 به تصویب رسید که برای باز هم بلند برداشتن مسئولیت پدر و مادر در تربیت فرزند زمینه‌های واقعی فراهم آورد. والدین وظیفه دارند به رفتار فرزندانشان دقت جدی دهند، زیرا تربیت از عائله آغاز می شود و رفتار و گفتار پدر و مادر برای فرزند باید نمونه عبرت باشد. برای عملی شوی این هدف نقش عائله بزرگ است. محیط سالم و سازنده عائلوی می تواند در تربیت وارثان صادق وطن سهمی باسزا داشته باشد. قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند برای تربیت نسل خویشتن شناس، کم شدن جنایتکاری در بین نابالغان و آینده درخشان فرزندان نقش کلیدی گذاشته برای تحکیم خودشناسی و دانشمند شدن نورسان زمینه مساعد فراهم آورد. مردم صاحب تمدن ما با تعلیم و تربیت فرزند اهمیت مخصوص ظاهر کرده برای در روحیه و تندرستی و خویشتن شناسی، دانش اندوزی و معرفت پروری، جوانمردی و اخلاق حمیده و ننگ و ناموس به وای رسانیدن فرزندان خود پیوسته تلاش می‌ورزند. محض تحکیم عائله، تعلیم و تربیت نسل‌های سالم و صاحب معرفت یکی از واسطه‌های رشد و نمو جامعه، مستحکمی قدرت مملکت و پاپرجایی ارزش‌های ملی‌مان به شمار می‌رود. متاسفانه امروز بعضی پدر و مادران برای به تعلیم و تربیت فرا گرفتن فرزندان خود مانع می‌شوند و نسبت حیات و زندگی آنها به اهمیتی ظاهر می‌کنند. نظرند که باید والدان و آموزگاران که در تعلیم و تربیت فرزند مسئول می باشند پیش از همه باید تربیت عقلانی و انکشاف ذهنی آنها اهمیت مخصوص ظاهر نمایند. مضمون اساسی لایحه قانون را عهده‌داری‌های پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند تشکیل می دهد و این عهده‌داری‌ها از این عبارت می باشد که پدر مادر و آموزگاران باید تمام دانش و ملکه‌های خود را برای تربیت درست فرزندان روانه نمایند. اینچنین باید ذکر نمود که با تشبث رئیس شهر دوشنبه محترم رستمی امالی در مؤسسه های پایتخت برنامه الکترونی دانش راه اندازی گردیده است که مؤسسه تعلیمی ما به این برنامه پیوست می باشد و برنامه زیرین از امکانیت های زیرین عبارت می باشد:
از ژورنال الکترونی، اینچنین موضوع بهای خوانندگان و اینچنین آمد و رفت خوانندگان طریق کامراهای فیس آیدی که در درآمد مؤسسه نصب گردیده است. و یک نکته مهم رو باید ما قید نماییم که بیشتری خوانندگان ما امروز بیشتری خوانندگان ما والدین خود را فریب میدهند که امروز درسی نو نگذاشتیم یا اینکه آموزگار وظیفه خانگی نداد و این برنامه به ما امکانیت میدهد که به دخالت یگان نفر دیگر تنها به قید گیریم و دائما نوبسته از جای زیست، نوبسته از جای کار در آنجا هم وظیفه خانگی و هم موضوع درسی آموزگاری درس دهندگی است، همش پره معلومات داده شده است و اینچنین منتظم درآمد و برآمدی فرزندان آنها از مؤسسه تعلیمی اهل جامعه ماهیت قانون مذکور را درک نموده در سمت تعلیم و تربیت فرزند دقت مخصوص ظاهر می نمایند. مسئولیت پدر و مادر را برای تعلیم و تربیت فرزند قانون به طور مشخص پیش بینی کرده است که هدف از آن جلب هرچی بیشتری نورسان به دانش اندوزی و دوری از هر گونه عمل ناشایسته می باشد. برابر مورد عمل قرار گرفتن قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند هر یک انسان خودآگاه و خودشناس به خصوص پدر و مادر در تطبیق باثمر آن بواسطه سهم می‌گیرد. همچنین در تعلیم و تربیت نسل نورس مسئولیت احساس نموده بهره رسیدن به این هدف دقت جدی می‌دهد تا اینکه آنها داننده علم و تکنیک زمانوی، مدنیت و فرهنگ، عنعنه‌های ملی و جهانی باشند تا توانند که فرهنگ و مدنیت عبرت بخش ملت تمدن آفر تاجیک را در عرصه جهانی معرفی نمایند. بعد قبول و تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، وضع موجوده در این سمت رو به بهبودی آورده. قانون مذکور آینده نیز برای تربیت و تندرستی و خویشتن‌شناسی نسل جوان مساعدت خواهد نمود. قانون مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند اساساً سه نهاد مهم مکتب، جامعه و آموزگاران را وادار می‌سازد که کار خود را درست به راه مانند و رابطه‌ای به هم زیج داشته باشند. هفته یک مرتبه از خوانش و رفتار و کردار فرزندانم با خبر هستم و بسیار می‌خواستم که همه والدین انا خیلی از دانش و رفتار و کردار فرزندان خود با خبر باشند. مسئولیت پدر و مادر همین را تقاضا می نماید که مادر یا پدر باید که داند که فرزند او با کی رفیقی می کند، دوستی دارد، فارغ از درس به کجا می رود، به کدام کارها مشغول می شود. من به جز آنه که از مؤسسه با خبر هستم، اینچنین بعد از فارغ از درس فرزندانم از آنها با خبر هستم که آنها به چی کار مشغولند. مثلا فرزندی من بعد انجام درس به مشغولیت های علاوگی تعلیمی می رود. از فنهای زبان روسی و انگلیسی درس های علاوگی می خواند که این برای آینده او البته تأثیر می رساند. با پدر و مادران گفتنی هستم که به فرزندان
تلفن های موبیلی قیمت رو خریده ندهند و به جای آن کتاب های بدیهی برای آنها لوازمات درسی رو تامین نمایند بهتر است، چون که هر یک شخصی که اگر که کتاب بدیهی خواند دانش و معرفت او البته نطق او زیاد می شود. متاسفانه امروز بعضی پدر و مادران برای به تعلیم و تربیت فرا گرفتن فرزندان خود مانع می شوند و نسبت حیات و زندگی آنها به اهمیتی ظاهر می کنند. همین سبب است که در جامعه ما بعضا عملهای نامطلوب حقوق ویرانکنی و جنایتی از جانب نورسان و جوانان صادر می گردد. قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند اگر از یک طرف مناسبت والدان به فرزندان را تنظیم نماید، از طرف دیگر برای آنها همچون یک دستورالعملی به وایرسانی طفل است. امروز کودکان آنقدر نازک، آنقدر حساسند که ما برای آنها با خواندن لکسیا، با گفتن راستشین و کجمرو، با آوردن مثال ها نمیتوانیم آنها را درست تربیت کنیم. امروز وقتی آن رسیده است که والدان باید خودشان نمونه باشند. وقتی اگر مادر روزی خود را با گادجت ها، با سمارت فون ها میگذراند، وقتی اگر پدر از کار برگشته با فرزند برای فرزندانش وقتی خالی نمییابد، فرزندان در نتیجه هم از والدان خود دلخنک میشوند و هم همون حسی باوری که به آینده خود دارند از دست میدهند. آینده را از دست دادن از کودکی آغاز میشود. در خانه که رفع کتاب نیست، اون کودک هیچگاه درسهایش را با دلی پر تیار نمی کند. او فقط به خاطر گرفتن یک بهای 5 شاید کوشش کند، اما به خاطر درک اساسی همون موضوع زحمت نمی کشد. به آموزش چقورتر خودش را قربان نمی کند. و اگر والدان مثلا امروز وقتی آن رسیده است که بی‌پروایی نکنیم در تربیت فرزند، تعلیم را آنها از مکتب، از جامعه، از اینترنت یا از دیگر واسطه ها فراوان میگیرند، اما مهمتر از همه تربیت آنها است. باید هر طفل داند که هر قدمی که او میگذارد جوابگری دارد. جوابگری نه تنها در نزد قانون بلکه در نزد آیندهش. اگر فرزند همون محبت پدر و مادر را احساس نکند، هیچگاه با قهر و با محبت و با سیاست آموزگاران یا اهل دیگری جامعه نمیتواند به قله‌های مراد رسد. از این رو من بسیار خواهش میکنم از خود ما مادران که تربیت را از خودمان آغاز کنیم، نه از فرزندانمان. آنها را سرزنش نکنیم که مثلا تو چرا درست را تیار نمیکنی. ما باید خودمون با آنها ششتا میزنیم. باور کنید وقتی کتاب خیمیای صنف 9 رو ورق میزنی، در اونجا بسیار مسئله و معلومات هایی هست که در زندگی هر شخص در کار می شود برای امروز. و شاید همون در مکتب اونه که خودش درست نخوانده بود، معلومات درست نداشته بود، بار دیگر همراه فرزندان خود می آموزد. محض تحکیم عائله، تعلیم و تربیت نسل‌های سالم و صاحب معرفت یکی از واسطه‌های رشد و نموی جامعه، مستحکمی قدرت مملکت و پایبرجایی ارزش‌های ملی‌مان به شمار می رود. متاسفانه امروز بعضی پدر و مادران برای به تعلیم و تربیت فرا گرفتن فرزندان خود مانع می شوند و نسبت حیات و زندگی آنها به اهمیتی ظاهر می کنند. همین سبب بود که در جامعه ما چند سال قبل عملهای نامطلوب حقوق ویرانکنی و جنایتی بیشتر از جانب نورسان و جوانان صادر می گردید و در این راستا کم مسئولیتی بعضی از پدر و مادر و آموزگاران نیز به نظر می رسید. امروز پدران که بیشتر مسئله تامینات اقتصادی و اجتماعی خانه را برداشت دارند، آنها نیز باید فقط به امید همون چند درم و تنگه و سرمایه خود نشوند و درباره آینده فرزندشان فکر کنند. همون 18 سالی که کودکان دارند، آن وقتی طلایی است که هیچگاه برنمیگردد و هر نقشی که در دوام همین 18 سال به فرزند، یعنی به همون کودک نابالغ
گذاشته می شود در آینده این پدر و مادر همچون آینه می شود. یعنی اگر ما می خواهیم که فرداهای دیگر در آینده شاید در 50 و 60 و 80 و 100 سالگیمان خودمان را زیبا بینیم، قامتمان را بالا بینیم، خودمان را آسوده حس کنیم، امروز باید خشت اساسی آن را گذاریم و همه را به جامعه، به مؤسسه تعلیمی تا مکتبی به مکتب بار نکرده از پی تربیه آنها شویم. وقتی جوهر اساسی، تربیه اساسی درست است، تعلیم نیز آنگاه خوب می شود. پدر و مادر وظیفه دارند که طبق ارزش‌های ملی به فرزندان خود نام نیک گذارند، برای سلامتی، انکشاف جسمانی، معنوی و اخلاقی آنها غمخواری نمایند و فرزند را در روحیه احترام به وطن، احترام پدر و مادر و رعایت ارزش‌های ملی و عمومی بشری تربیت نموده برای آنها شرایط خوب تعلیم و تدریس را فراهم آورند، چون که در همه دور و زمانها علم آموزی و معرفت پروری از عامل‌های تقدیرساز ملت و دولت‌ها به شمار می رود. در زمان معاصر که برخوردی تمدن هاست، هر یک والدین رو می باید که از روند تعلیم و تربیه فرزندش با خبر باشد. نظارت برند که هر یک پدر و مادر که فرزندشان سرکار دارند و بیرون از مؤسسه و کجا می روند و با کی همکاری دارند و دوستی می کنند، زیرا دوست، رفیق، همنشین نیست به تربیه فرزند تاثیر کلان می رساند. یگانه چیزی که هر یک والدین را به تشویش می آورد این شبکه‌های اجتماعی است. برای همین هر لحظه من نظارت می کنم که فرزندم از شبکه‌های اجتماعی با کدام مقصد استفاده می برد. کوشش می نمایم که از شبکه‌های اجتماعی با سمت‌های مثبتش استفاده برد. و برای خوب به کمال رسیدن فرزندانمون کوشش میکنیم که هر یک فرزند سواد خوب بگیرد و آینده سازی ملت خویش شود و نوابسته که وی مثلا خرد است یا نه، یا اینکه مثلا مکتب خون است یا دانشجو است، میخواهیم که در آینده یک فرد شود که برای وطن خود صادقانه خدمت کند. خیلی میگویند فرزندی نیک باغ پدر، فرزندی بد داغ پدر و ما امروز ها شکرانه میکنیم در یک وطن آباد زندگی داریم و میخواهیم که فرزندان ما سواد آموزند و امروز ها با تکنیک و تکنولوژی یعنی که پیشرفت ایستاده است و ما شکرانه میکنیم که فرزندان ما در این جهان معاصر زندگی دارند و خوشبخت هستند. تکنیک و تکنولوژی در عصر معاصر یعنی که ترقی کرده است و ما میخواهیم که فرزندانمان با یک طرز همین تکنولوژی را آموزند که برای فایده خویش، برای مثلا آینده خویش، آینده خود را یعنی که روشن سازند و ما میخواهیم البته که از سایت های اجتماعی که در این دور زمان هستند نه کتاب ها استفاده برند. در نوبت خود مقامات دولتی نیز باید به پدر و مادران جهت تربیت درست فرزندان مساعدت نموده در میان نورسان و جوانان طرز حیات سالم را منتظم ترغیب نمایند، زیرا تطبیق قانون مذکور وظیفه جانی نه فقط پدر و مادران و مربیان و آموزگاران بلکه تمام جامعه است. تنها در همین صورت ما می توانیم که نسل‌های آینده ساز را تربیت کرده دلپرانه به سوی آینده درخشان پیش رویم.